چی شده عزیزم؟ کی بود؟ دنبال کارم. از اونجایی که ثبت نام کردم زنگ زدن. آخه خیلی عجیب حرف زدی. آخه خیلی حوصله ندارم، به خاطر اونه. چیزی نیست. خب چه کاریه؟ شاید بتونم کمک کنم. یه رستوران تو بازار هست، صاحبش آشناست، از آشناهای مامانمه. به من کار دادن. خیلی ممنون. باشه، اما اگه از من کاری برمیاد حتما بهم بگو. به اندازه کافی همه رو تو دردسر انداختم. خیلی ممنون جیلان جون. عزیزم، این ماجراها مقصرش تو نیستی. لطفاً خودتو مجازات نکن. من همیشه کنارتم، باشه؟ یادت نره. ببخشید خان، داشتم تلفنی با دختره حرف می‌زدم، منتظرتون گذاشتم. من به انتظار عادت دارم مزنی. مهم اینه که ارزشش رو داشته باشه. نگران نباش، دختره فردا میاد، همونطور که خودت خواستی. به میل خودش میاد. والا این آخرین شانسته. برو دعا کن دختره بیاد و کاری که گفتم انجام بده. دختره تو چنگمه، چاره دیگه ای نداره. نگران نباش خان. ای حسنی، ای پدر سوخته. آخرین باری که گفتی دختره تو چنگمه اون ماجراها پیش اومد. فقط شانس آوردی و عامر تیر خورد و تو از کفن قصر در رفتی. اما حسنی، حواست باشه دیگه شانسی نداری. این دفعه جونت بستگی به اومدن دختره داره. یادت نره. مادر زیلان کجاست؟ بالاست، خوابیده. الان مگه وقت خوابه؟ صداش کنی؟ دختر، داداش قدیره داره دوباره زنگ میزنه. یه باش حرف بزن، بگو ما هم دیگه رو دوست داریم. بگو ما دیگه با هم دیگه ازدواج کردیم، ما رو ببخشن تا برگردیم. دست از سرم بردارم اینالی، برو اون بر. باشه بابا، تا صبح بشین اونجا گریه کن. بالاخره که میای بیرون. تا زن من نشی نمیذارم از این خونه بری بیرون. هنوز نفهمیدی با کی طرفی، هنوز نفهمیدی دیار. خدا لعنتت کنه امیرعلی، خدا لعنتت کنه. بهت میگم دست از سرم بردار. برو.
داد نزن کوچولو. حالا که میگی صبر کن، صبر میکنیم. خدایا از اینجا نجاتم بده، نجاتم بده. نه، بشین اینجا. کسی میدونه دیار با کی دوست بوده؟ هر کی میدونه الان بگه. آها، یعنی این یه وجب بچه این همه زن تو این خونه به این بزرگی و مچل خودش کرده. آره؟ دختری که صاف و سالم میرفت مدرسه، بعدم این خانوما برمیگشت خونه، یه نفر رو تو راه پیدا کرده، باهاش دوست شده، از خونه فرار کرده، هیچ کی هم نفهمیده. کسی چیزی نمیدونه پسرم. اگه میدونستن میگفتن. من که بالاخره میفهمم کی چیو میدونه، کی چیو نمیدونه. هر کی میدونه الان بگه، عصبانی نمیشم، وگرنه به خدا قسم میدونم باهاش چی کار کنم. دیار با زنداداش دجلش خیلی صمیمی بود. اگرم گفته باشه به اون گفته، مگه نه دجله؟ میخواستی با اسلحه نابودم کنی، نتونستی. حالا میخوای با تهمت این کارو بکنی؟ آره؟ اینجا چه خبره مادر؟ ولش کن قدیر، دعوا کردن دیگه. چیو ول کنم مادر؟ چه اسلحه‌ای؟ چیزی نیست. زیلان به خدا میکشمت. یه روز خودتو به کشتن میدی. همینطوریشم از دست عصبانیم. برو از جلو چشم دور شو. گم شو. حالا میخواد منو بکشه. برای بار آخر دارم میگم، کسی میدونه دیار با کی و کجا رفته؟ نمیتونی جلوی زبونتو بگیری؟ همینطوریش دردسر داریم. خجالت نمیکشه به من تهمت میزنه. دجله، تو و دیار با هم صمیمی بودین. اگه میدونی باید به من بگی. بین ناز، تو هم چیزی نمیدونی؟ اگه میدونی باید به هم بگی. نه، من از کجا بدونم خانم آقا؟ باشه، بریم بیرون همتون. دیار، مادرتو سرشکسته کردی، رو سیاهش کردی. نمیبخشمت. ناصر چی میگه؟ چیزی گفت؟ واسه دستبوسی هم نیومد. اون مشغول دستبوسی های خودشه مادر. یعنی چی اون وقت؟ این نمیخواد آروم بگیره. خودتو واسه دردسر آماده کن. دلم برای سلطان میسوزه. اون امانت خواهرم از دست این بدشگون کم نکشید. گفتیم عروسی کنه آدم میشه، دخترم بدبخت کرد. من که گفتم خوشبختش نمیکنه. گوش نکردی. خلیل ببین چی میگم. ناصر نره با قدیر چون زیلانو گرفته گلاویز بشه ها.
نه بابا، به قدیر کاری نداره، جیگرشو نداره، فقط بلده کلک سر هم کنه. خلیل نمیخوای با قدیر حرف بزنی ها؟ من چه حرفی با اون دارم مادر؟ چی برم بگم؟ فقط میخوایم به هم طعنه کنایه بزنیم. اگه اشتباهی ازش سر زد حسابشو میرسم. ببین منو، تو یه چیزیت شده به خدا، از همه چی دست کشیدی، زندگیت شده اون دختره بدقدم. انگار کاری مهمتر از دنبال اون دویدن نداری. نه مادرت نه خواهرت، اصلا این خیالت هم نیست. بس دیگه مادر، بس کن تو رو خدا. اگه یه بار دیگه درباره لیلا اینطوری حرف بزنی دیگه صورت پسرتو نمیبینی، گفته باشم. وای فیدان، ببین به خاطر یه دختر چه چیزها نمیشنوی. قرار بود اینا رو هم بشنوی ها. خدا به دادم برسه. مادر کی میخوریم؟ منتظر باباتیم پسرم، بیاد همه با هم میخوریم. دلت برای بابا تنگ نشده؟ چرا شده؟ اما خیلی گرسنمه مادر، من یکم بخورم. نمیشه، بابات ناراحت میشه، میگه انصارم منتظر من نموند. اگه تو نگی از کجا میفهمه؟ زشته پسرم، زشته، باید منتظر بمونیم. بعد از این همه سال بابات داره میاد، به فکر یه بشقاب غذایی؟ آها اومد بابات. بودو پسرم، بودو. خوش اومدی بابا. خیلی ممنون پسرم. چرا تا حالا نخوابیدی؟ منتظر تو بود خان، دلش تنگ شده بود. خب شده که شده، حالا که اومدم ببر بخوابونش. غذا نمیخوری؟ گفتم برو بخواب. بیا پسرم، بیا. روستاهارم دیدی جلیل؟ آره دیدیم، چیزی نیست. تو قهوه خونه ها آدم بفرستین، گوش وایسن ببینن مردم در موردش چی میگن. پیداشون کردین اول به خودم خبر بدین. من جلوشون وامیستم جلیل، با دست خودم مجازاتشون میکنم. فهمیدی؟ فهمیدم خان. خوبه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. حکایت خانم آقاست. هنوز اشک چشمش خوش نشده، ببین دیار چی کار کرد باهاش. آبجی امینه، تو چند ساله تو این خونه ای دیگه، اخلاقشونو کاملا میدونی. حالا چی میشه؟ یعنی وقتی دیارو پیدا کردن چی کار میکنن؟ چه خانم آقا باشی چه کلفت، مادر دخترم. داغ بچه دیدن راحت نیست، اما میگن دختر خان بره زیر خاک بهتر از اینه که بیفته سر زبونا. یعنی با اونی که فرار کرده عقدش نمیکنن، مجازاتش میکنن؟ آره خدا اون روزو نیاره بیناز، دختر سنی نداره. برفرض که خانم آقا اجازه داد عروسی کنن، باید ببینیم قدیر خان قبول میکنه یا نه. بالاخره که همه میفهمن، در و همسایه نمیگن این دیگه چه خانیه.
خدا نصیب دشمنم نکنه، خیلی سخته. میخوای یه کاری کنی از این خونه بندازمت بیرون زیلان؟ یا میخوای منو دیوونه کنی؟ ها؟ واسه چی رو دجله اسلحه کشیدی؟ روانی تو منو دیوونه کردی قدیر. اولش از تختت بیرونم کردی، بعد اون دختر آدانایی رو هبو آوردی سرم. حالا میخوای دجله رخت کنی؟ من دیوونه نشم پس چی بشم؟ از اون روزی که اون دروغا رو بهم گفتی، از اون روزی که از پشت بهم خنجر زدی، دیگه برام ذره ارزش نداری زیلان. عذرت بدتر از گناهته. دروغ نگو دیگه، دروغ نگو. مادرم خیلی وقت پیش تو رو با اون دختر تو بازار دیده. دروغ نگو. اینو میخوای چی بگی قدیر؟ پس تو جیلانو بیرون کردی؟ من کردم. لازم باشه بازم میکنم، چون زن تو منم قدیر، میفهمی؟ زن تو منم، نه اون دجله نه اون دختر آدانایی، میفهمی؟ از همون روزی که دروغکی گفتی من حاملم، دیگه زن من نیستی زیلان. من طاقت دروغو ندارم، واسه اینکه سر زبون مردم نیافتم تو این خونه نگهت داشتم. بعد از اینم تو کارهای من دخالت نمی کنی. فهمیدی؟ دیگه تو کارهای من دخالت نکن. مادر و پسر زیلان کیسه باکس خودتون کردین و میزنینش. نشونتون میدم. بس دیگه. کاش میشستی یه لقمه غذا میخوردی، دل پسرتم به دست میآوردی. دید بد اخلاقی کردی ناراحت شد. سلطان زیاد حرف نزن، چایی بیار. یالا. وایستا بینم. وسایل خودتو اون پسره رو جمع کن همین امشب. آخه چرا؟ نه ترس بابا، نه ترس. نمیخوام شماها رو این خونه بیرون کنم. شما جفتتون درد سرین. فردا میریم امارت پهلوونی ها. از این به بعد اونجا میمونیم. خاله فیدان گفته؟ فیدان چی کار است که بخواد بگه زن؟ اون خونه پدر بزرگ منم هست. به اندازه اونا از اون خونه منم سهم دارم. نمیذارم اون خلیل بالا بکشتش. باش، هرچی تو بگی. معلومه هرچی من میگم اون میشه. جرأت دارن یک کلمه حرف بزنن. درو باز کن دیار، باز کن وگرنه به خدا میشکنمش. بهت میگم باز کن. باز کن. چقدر ناز میکنی دختر، چقدر ناز میکنی. دست از سرم بردارم مینالی، راحتم بذار. تو حرف ولید نمیشه دختر، نه؟ دیار تو کنار من راحت میشی. درو باز کن دختر. صبر کن ببین چطوری بازش میکنم. وایسا.
دخترم، چی برات کم گذاشتم؟ کجا اشتباه کردم؟ کجا اشتباه کردم؟ مادرتو مجازات کردی؟ چطوری دلم بیاد مجازات بشی؟ چطوری دل به کشتنت بدم؟ خلیل، چیه دوباره مادر؟ چی شده؟ پسرم، همش میخوای از مادرت فرار کنی؟ خودت باعث میشی مادر من. باشه لال میشم به دختر حرف نمیزنم عزیزم. یعنی اینقدر برات ارزش داره؟ باشه پسرم، تموم شد. بیا یه لقمه بخور، بیا دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح خیر پسرمو. خیر اول صبحی. واسه دستپستی اومدی؟ نه، اومدیم بمونیم. اینجا عمارت پدر بزرگ منم هست. به اندازه تو منم اینجا سهم دارم. اومدیم که بمونیم. باشه، رو چشمون جا دارین. وای، من میگم اینجا خونه پدر بزرگ منه، تو میگی رو چشم جا داریم؟ پسرمو، من چشم تو رو نمیخوام، حقم رو طلب دارم. سلطان دخترم، وای نستین اونجا، خوش اومدیم، بیاین تو. بودو پسرم، برو دست عمو خلیل و مادر فیدانو ببوس. خوش اومدی پسر. آی ماشالله، خوش اومدی شازده. بلا به دور ناصر خان. خیلی ممنون. سلطان دخترم، سفره آماده است، بفرما. آخ جون، زنده باد مادر فیدان. دارم از گرسنگی میمیرم. آخه زشته پسرم، ساکت شو. نه چه زشتی، بیاین دخترم بفرمایین. برو پسرم، برو دخترم. به جون زن و بچت دعا کن، وگرنه همینجا خاکت میکردم. پسرم، واسه نشستن تو خونه پدر بزرگم از تو اجازه نمیگیرم. اگه یه بار دیگه بخوای یلخی رفتار کنی، با من طرفی ناصر. عوضی.
آبجی امینه میگه شاید دختره رو بکشن. میگه شاید خانم آقا بخواد ازش دفاع کنه، اما باید ببینیم قدیر چی میگه. همش تقصیر منه بیناز، همش تقصیر منه. خدایا منو ببخش. اگه امین علی با دیار عروسی کنه بیاد اینجا، تا آخر عمر بلای جونم میشه. اگرم بخوان دیار رو بکشن، من از عذاب وجدان میمیرم. لعنت به اون روزی که اون روانی رو شناختم. کیه؟ دیاره. زن داداش به هم زنگ نزن، پیامم نده. امین علی به زور منو دزدیده. توی خونه باغ تو راه روستاییم. تو رو خدا کمکم کن. نمیتونم به مادر و داداشم بگم، خجالت میکشم. تو رو خدا نجاتم بدین. به زور دزدیدتش؟ وای خدایا کمکم کن. حالا از چشم من میبینن، چیکار کنیم بیناز؟ وای. چه خبره؟ دیار، خدا لعنتت کنه دیار. دیار کمک! کمک! دیار دیار کمک! دیار صبر کن. کمک! دیار نمیتونی فرار کنی. دیار عزیز دلم خوبی؟ همش فکرم پیش توه. قضیه عقد چی شد؟ اگه میتونی بیا بیرون بریم یه جایی حرف بزنیم. نه خانم دکتر، چی میخواد بشه؟ زحمت نکش. نه یا منم که نمیتونم بیام بیرون. اینجا اوضاع به هم ریخته. تو رو خدا گریه نکن عزیزم. بعد از تو دیروز با خلیل خان حرف زدم. منتظر باش. اشک من که دیگه بند نمیاد خانم دکتر. زندگی من دیگه تموم شده. داروها حتما بخور عزیزم. هر اتفاقی بیفته تو بازم باید قوی باشی. دیگه دوا و دارو برای من فایده ای نداره خانم دکتر. خدا خیرت بده. زنگ میزنی حالمو میپرسی. من بهت کمک میکنم دجله. تو از مبارزه دست بر ندار. من با وکیل صحبت کردم. نمیتونن تا 6 ماه به عقد کسی درت بیارن. زمان همه چی درست میکنه. زنده باشی خانم دکتر. اما برای خود درد سر درست نکن. اینا وکیل سرشون نمیشه. فوقش سیغم میکنن. بگذاریم. فعلا خداحافظ.
وایسا یار وایسا کمکم کنی یار 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 وایسا کمک ولم کن میکشم خدا قسم میکشم اول تو رو میکشم بعد خودم رو میکشم قسم میخورم این کارو میکنم میدونی که این کارو انجام میدم دیار امیرعلی التماست میکنم امیرعلی ولم کن تو مال منی دختر یا به میل خودت یا به زور مال منی بمیرم من ولت نمی کنم دیار بمیرم من ولت نمی کنم گوش کن هیچی نکن صدا در نمیاد وگرنه حسابتو میرسم باشه میزنم داغونت میکنم به حرفم گوش کن بگیر شاسته پسر بازی کن آفرین شیرمرد سلام فیدان خانم ببخشید مزاحم شدم میشه با هم حرف بزنیم بفرما حرفم راجع به دجله است فیدان خانم حال دخترتون خوب نیست با خلیل خان حرف زدم میخوام با شما هم حرف بزنم فیدان خانم دجله را عقد قدیر نکنین اون هنوز خیلی جوونه تو رو خدا زندگیشو خراب نکنین اینا تو راه موندن؟ وایسا ازشون سوال کنم ثواب داره ببریمشون سلام استاد چطوری؟ علیکم السلام تو راه موندین؟ بیاین ببریمتون نه استاد داداشم تا پمپ بنزین رفته برمیگرده ما هم گفتیم با خانمم یه هوایی بخوریم حالش خیلی بده حالت هوا داره حامله است باشه خدا زیر سایه پدر مادر بزرگش کنه سلامت باشی استاد ممنون به سلامتی ایشالله ممنون خواهر مرسی برنگرد دیار جلوتو نگاه کن دیار پشت سرتو نگاه نکن مگه بهت نمیگم پشت سرتو نگاه نکن مگه با تو نیستم خوبه آفرین دختره به چشم آشناست اما نمیدونم کجا دیدمش از کجا میشناسیش؟ اشتباه میکنی بابا میشناسمش انگار اونم منو میشناخت هیچ جوری نگاه میکرد ها یادم اومد دختر بزبیاست یادته دست جمعی رفته بودیم عروسیشون عروسی خان بود گفته بودن شما هم دعوتین از کجا یادم باشه به زن و بچه مردم که نگاه نمی‌کردن بغل خانم آقا نشسته بود این دختره کی عروسی کرد رفتم پیش نجیبه ازش میپرسم خیلی عجیب غریب بود ببینین اون قبلا خودکشی کرده اگه دوباره تکرار کنه کی هستی که پا میشی میای خونه من و تو مسائل خانوادگی من دخالت میکنی فیدان خانم من نیتم خیره باور کنید میخوام برای دجله یه کاری بکنم وگرنه هممون قصه میخوریم پشیمون میشیم فیدان خانم خواهش میکنم شما مادرشین زن هستین کی بهتر از شما میتونه درکش کنه هممون قصه میخوریم آره انگار پسرم به تو خیلی رو داده ببین خانم دکتر اینجا زن جماعت تو هر کاری دخالت نمیکنه اونم یکی مثل تو که از بیرون اومده باشه و کاری بخواد بخونه زشت دخترم هر کی باید سرش تو کار خودش باشه حالیت شد شما هیچ به فکر دخترتون هستین؟ به عنوان یه مادر یه زن شرایطی که توش قرار داره شما رو اذیت نمیکنه میگم خدایی نکرده بلایی سر خودش میاره اصلا اهمیت نمیدی؟ دختر مال ماست به تو چه ربطی داره؟ توبه استغفر الله الله اکبر یه چیزی بهت بگم دختر
خیلی به این چیزا دل نبند. فعلا پسرم تو رو چشمش میذاره، اما همین روزا حواسش میگذره. از پسرم و دخترم و خونم دور باش. تو خانواده ما، تو کار ما دخالت نکن. برو دخترم، برو به کارت برس. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. میخوای باور کن، میخوای نکن. برو دخترم، برو به کارت برس. دیگه چی بهت بگم من؟ الله اکبر، استغفرالله. چه بی تربیت، بی ادب. زنمو؟ والله خیلی زن محترم است. این چیه بابا؟ این چه وضعشه؟ من این دوتا رو دیروز با هم دیدم. بابا این پسرموی ما حسابی خودشو واداده. این دختره هی میاد جلوی خلیل قر و غمبیر میاد و ادا اصول. خلیلم بهش رو میده، همینطوری میشه دیگه. میاد اینجا وای بیسته براتون تا این تکلیف میکنه و زبون درازی. بی تربیت. آره، مثل اون موقعی که تو جلوی زیلان خم و راست میشدی، مگه نه ناصر؟ تو شرم نکردی دختر قاتل پسرمو تو فراری دادی؟ برو دنبال کارت. همتون سر تا یک کرباسی، برو پی کارت.